سلام به همه، امیدوارم هر جا هستین حالتون عالی باشه. من چند وقت پیش ها یک ویدیو در یوتیوب گذاشتم و اینکه خیلی جالب بود برای من که اینقدر تو پیج من اومدین بهم پیام دادین که ما اون ویدیو تو یوتیوبتون رو دیدیم، در خصوص طلا فروشی رو صحبت کرده بودم و واقعا هم یه هویی گرفتم. الانم لایو ببخشید، ویدیویی که دارم براتون میگیرم خیلی یهوییه و آن چیزی که من برای شما میگم بر اساس نوشته کتاب یا یه چیزی رو حفظ کنم نیست، ولی یه نوت برداشتم، اومدم دسته بندی کردم چیزایی که بگم براتون مفید باشه. میخوام در خصوص اینکه از کجا بفهمم برای طلا فروشی مناسبم صحبت کنم، با توجه به اینکه یه حجم زیادی یوتیوب منو اون ویدیو رو دیده بودن، اومده بودن گفته بودن که چقدر صادقی، چقدر واقعا خوب توضیح دادی برای ما و ما آشنا شدیم با شما و کارگاه های آموزشی به چه صورته و اگه بخوایم ورود کنیم به بازار طلا باید چی کار کنیم. از اونجایی که بارها گفتم من دور فروش و پکیج فروش نیستم، خودم کار طلا فروشی رو تقریبا حدود 10 سال وارد این کار شدم، ولی به طور جدی که واقعا هم پیجم و هم در واقع وارد شده باشم به صورت جدی فروشندگی ویترین داری کرده باشم حدود 7 ساله، 6-7 ساله. قبلش فقط نظاره‌گر بودم، میدیدم. تو این ویدیو میخوام در خصوص اینکه با توجه به اینکه خیلی دوره‌های طلا فروشی اومده، مخصوصا بدون سرمایه طلا فروش شو و این داستان ها که خوبم هست، بدم نیست اتفاقا، باید یک کوچولو در واقع این روال طلا فروشی نه تنها همه شغل ها عوض شده، ولی میخوام جوری باشه که برای شما کاربردی باشه، مفید باشه، بر اساس یک رویا، یک دلخوشی، نمیدونم اسمشو چی میذارین، اون مدلی نباشه، احساسی تصمیم بگیرید. خود من یه زمانی مثلا احساسی سالها پیش مثلا دوست داشتم خیاط بشم، خیاطی برم یاد بگیرم. یه جلسه رفتم دیدم اصلا استعدادشو که ندارم، حوصله‌شو که ندارم، تواناییشو که ندارم، اصلا نمیتونم، اصلا عصبی میشدم. خیلی مهمه که ما متوجه این باشیم که کسب و کاری رو که داریم انتخاب میکنیم برای اون کار ساخته شده باشیم و دوستش داشته باشیم و توش یه سری توانایی رو داشته باشیم. براتون دونه دونه میگم که برای اینکه شما طلا فروش بشین، باور کنید کسی تا حالا بهتون نگفته، فقط میگه بیا طلا فروش بشو. از اونجایی که من دوست دارم یک نفر واقعا اگر وارد حوزه طلا بشه مفید باشه، همیشه سر کلاسام کارگاهام گفتم، به خاطر اینکه کار ما با صوته، ما با ترازو سر کار داریم، ما با دارایی‌های مردم سر کار داریم، ما امانتدار مردم هستیم. پس برای ما خیلی موارد مهمه. یک شخص باید یک سری موارد رو در خودش ببینه و داشته باشه که به خودش اجازه بده وارد کسب و کار طلا بشه. مطالبی که براتون آماده کردم، همونجوری که گفتم، از کجا بفهمیم برای طلا فروشی مناسب هستیم. خیلی ها فکر میکنن طلا فروشی کار پرسوده به خاطر زرق و برقی که داره. ببینین اون حجم پولی که در حساب شما وارد میشه خیلی زیاده. خب طلا با شما دارم صحبت میکنم گرمی 7.5 میلیونه. شما 1 گرم طلا میفروشین، خب حدود 8 خورده 9 تومن میاد تو حسابتون. بعد فکر کنیم مثلا خب 10 گرم بفروشین، 2 تا مثلا پلاک و یه دونه علنگو و یه زنجیر بفروشین، حدود 10 گرم 20 گرم میشه. یهو میبینه 100 میلیون توی حسابته و برای همین خب فکر میکنی خیلی پول داری، خیلی سود کردی، خیلی در واقع شغل خیلی خوبیه، پر زرق و برقه، با پرستیژه، میخوایم مستقل بشین یا خانومی باشین که به هر حال طلا فروش هم باشین، مخصوصا خیلی جالبه براتون، خیلی دوست دارین. ولی این همه ماجرا نیست. من یه دنیای جدیدی رو میخوام براتون باز کنم از طلا فروشی که اصلا ببینین آیا به درد طلا فروشی
میخورین یا نه. نمیدونم لازم هست خودم معرفی کنم یا نه. من لیدی گولد هستم. حدود میگم 10 سال وارد شدم. 2019 پیجم زدم، با ویترینداری شروع کردم. خیلی مهمه، نه اینکه من این کارو کردم حالا شما دارم از خودم تعریف میکنم، میشه این مشکل رو دارم و خیلی ها بهم میگن خب این چیزا رو نمیگی بقیه نمیدونن. تو پیجم شاید نگفتم. خیلی مهمه شما حداقل با کسی که دوره برمیدارین، آموزش میبینین، حداقل 5 سال طلا فروشی کرده باشه، پشت ویترین طلا فروشی ایستاده باشه، جنس داده باشه دست مشتری و روی ماشین حساب زده باشه. به اصطلاحش میگن پاچال، اون چیزا هستن که میرن روش وای میسن، پاچال داری کرده باشه. خیلی ها الان دارن آموزش میدن، به جرئت میتونم بگم که تجربه طلا فروشی و در واقع ویترین داری رو ندارن. حالا غیر از این تو طراحی، ایده پردازی، تولید و اینکه نمایشگاه های مختلف دنیا رو بری با تمام تکنولوژی ها، با تمام طراحی ها، با آدم های مختلف تو این صنعت آشنا باشی، خیلی خیلی به شما کمک میکنه و خیلی خوبه که فردی رو که به عنوان مدرس دارین انتخاب میکنیم، گفتم تو این ماجرا، تو این داستان حتما تجربه رو داشته باشه. اولین چیزی که برای که شما طلا فروش میخواین بشین، واردش بشین، حساب کتابه، زبان زرگریه، زدن رو ماشین حسابه. طلا فروشی تنها زدن روی ماشین حساب نیستا. خیلیا فکر میکنن حساب کتابش رو یاد بگیرن دیگه طلا فروش شدن و خیلی هم فکر میکنن حساب کتابش خیلی کار سختیه، میترسن حالا اشتباه نکنیم. حالا همه اینا با تمرین، با تکرار درست میشه. هنوز خیلی از طلا فروشا هستن گاهی رو ماشین حساب میزنن باز اشتباه میکنن. این چیزا پیش میاد، اینا چیزی نیست که شما ازش بترسین، اینا همه مهارته، با تکرار و تمرین به دست میاد. ولی حرفم اینه که اگر شما آدم حساب کتابی هستین، آدمی هستین که به هر حال با عدد رقم باید سر کار داشته باشین، با گرم و مسخال و اجرت و سود باید شما سر و کله بزنین و این قیمت لحظه‌ایه، این مزنه جانمونین، بخرین بفروشین، کجا نخرین کجا بفروشین، اینا خودش خیلی مهمه. و نکته اول، گام اول این که اهل حساب کتاب آیا هستی یا نه. با خودتون فکر کنین. اگر که از حساب کتاب فراری هستین و خیلی اذیتتون میکنه، خود من یکی از علتهایی که دیگه الان 2 سال فروش نمیکنم و ویترین داری نمیکنم، من خیلی حوصله سرکله ندارم با مشتری، با اینکه حالا بزنم رو ماشین حساب بعد فلان. من کارم الان تبدیل شده همکار به همکار، از اون اشل کوچیک دونه دونه یکم بزرگتر شده تو بخش عمده و بنکداری و تولید و تبلیغات و کار من همکار به همکار شده دیگه، با مردم نیست. ببینید خودش خیلی یک چالشه. طرف اصلا آدم درونگراییه، اصلا حوصله کسی رو نداره که بخواد خیلی سر کله بزنه. خب طلا فروشی هم یه شغلیه که به هر حال خانوم ها مخاطب اصلیش هستن و سر کله زدن با خانوم ها سخته. شما باید لقمه رو تو دهن شیر در بیاری. مورد دوم، شما یا آدم دقیقی هستین، یه اشتباه کوچیک تو وزن، تو فاکتور حواستون نباشه، کارت اشتباه بکشین، رقم رو بالا پایین کنین، ترازو رو درست نبینین، عددا رو نتونین تشخیص بدین، منجر به ضرر میلیونی میشه. پس خیلی مهمه که شما دقیق باشید. این دقیق بودنه توی حتی فروش، اینکه مشتریتون رو بشناسین هم از ظاهرش، اینا رو تمام تو کارگاه میگم خیلی مهمه. شما مشتری که وارد میشه اینقدر دقیق باشی، اینقدر باهوش باشی، متوجه بشی یا خریدار هست، اگه خریدار هست پول تو جیبش هست، پول تو کیفش هست، پول تو کارتش هست، آیا خریداره، چه مشتریه، چی میخواد، اینا خودش به دقت شما برمیگرده. مورد دوم این که توانایی مدیریت اعتماد رو دارین.
توی طلا فروشی حرف اول رو اعتماد میزنه، صداقت میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه مردم اومدن پسندازشون، داراییشون، نگاه نکنین به سالهای پیش که طلا فروش ها طلاهای زینتی میفروختن و یه حجمی از مادر و خاله و دختر خاله پشت ویترین ها بودن و دسته‌ای با همدیگه می اومدن طلا میخریدن. الان این مدلی نیست، الان خیلی فرق کرده. همه نگاهشون به خرید طلا سرمایه گذاری و پسنداز شده. یعنی حواسشون هست که این طرف که الان به من گفت انقدر، چقدر اجرت گرفته، چقدر حالا مثلا سوده شده، اضافه ماشین حساباشون در میارن، ماشین میذارن رو ماشین حساب. خیلی پیشرفته شدن مشتریا. و اینکه شما باید انقدر صادق باشین، انقدر این مدیریت اعتماد رو بلد باشین که یکی از چالش های اصلی در واقع هم پیج های آنلاین، هم حتی حضوری که میخوان آنلاین بفروشن، حتی حضوری هم هستن. خیلی میخوان طلا بخرن با ترس و لرز میرن، مثلا میبینن چند جا میبینن این قیمت مختلف داده، میخوان طلاشون رو بفروشن. مخصوصا خیلی این اعتماد مهمه. اینو باید شما مدیریت کنین که خودش یک دانشگاه است. قدیمیا، کاسبای قدیم، بدون اینکه درس اینو خونده باشن، کورس واحدی رو پاس کرده باشن، خیلی بلد بودن که چجوری اعتماد مشتریشون رو جذب کنن، مدیریت اعتماد کنن. خیلی مهمه دیگه، داستانهاش زیاده. خود من یکی از پوانهایی که در خصوص برند لیدی گلد دارم، به صداقت هم منو میشناسن. شاید بعدها بگم من خیلی شاید آدمی نباشم طلا داشته باشم و سرمایه زیادی داشته باشم. من تمام کارم با اعتماد و اعتباره. اگه یه تلفن بزنم به من بگن این طلا اینجوری اونجوری، قبول میکنن و در واقع این اعتبار من باعث شده که صداقت من که بقیه همکارها بهم یک جورایی اعتماد داشته باشن و پیش ببرم کارم رو. مورد بعدی، آیا حوصله و سر کله زدن با مشتری دارین؟ این باز دوباره همون مورد قبل‌تره که گفتم دقت، ولی دوباره سر و کله زدن. این سر و کله زدنه، شما باید در روز چند ساعت پشت دخل بایستید. خیلی مهمه، خیلی مهمه این موضوع. متاسفانه خیلی طلا فروشای ما واقعا بر خودشون لم دادن، نشستن، بعد میگن بازار خرابه، مشتری نیست. خیلی اصول داره که شما تو مغازه چجوری بایستین، چجوری لباس بپوشین. توی پیجاتون هم آنلاین هم همینطوره، هیچ فرقی نداره. اونم خودش داستانهای خودشو داره. اگر که مثلا صبح تا ظهر، عصری تا شب میریدن مغازه، شاید آنلاین و یک فروشگاه طلا فروشی آنلاین داشته باشی، شما 24 ساعته باید پاسخگو باشی، سر کله بزنی، اعتماده نیست، میپرسه، بعد میگه اندازش چیه، چجوریه، خیلی عکس بفرست، کلی هم آخر منجر به خرید نمیشه. این خودش واقعا خیلی مهمه و اون احترامه باید باشه. شما ممکنه با یه مشتری ساعت ها بگه این سرویس رو بیار، این علنگو رو بیار، اینو میخوام، اینو دستش میندازه، اینو گردنش میندازه، بعد میگه نه بودجم نمیخوره، نه خوشم نیومد و در نهایت از شما خرید نکنه. ولی اگر رفتار خوبی داشته باشین، حوصله داشته باشین، خود من خیلی حوصله داشتم، من خیلی هنوزه که هنوزه ببینین با جزئیات میشینم برای شما، برای مشتریام، برای مخاطبم، برای هنرجوهام وقت میذارم که خیلی چیزای کوچیک و حتی براشون باز میکنم، شفاف سازی میکنم با حوصله. یعنی الان منو به صبر میشناسن، همه میگن چقدر صبرت زیاده، چقدر دلسوزانه مثلا مشاوره میدی، آموزش میدی، کمک میکنی. این یک بخشش برمیگرده به عشق آدم. من دوست دارم این کار رو، دوست دارم به بقیه کمک کنم. اون موقع که تو طلا فروشی هم بودم همینطور بود. شاید واقعا از من نمیخرید و حتی اومده بود طلاشو بفروشه، من ازش نمیخریدم. مثلا با 1000 دلیل و علت بهش میگفتن که مثلا این کارو بکنی اشتباه ها، الان این تعویض بکنی این مدلیه ها. اصلا منجر به خرید فروش هم نمیشد. فقط من داشتم بهش مشاوره صادقانه و دلسوزانه و با صبر و حوصله میدادم. خیلی مهمه تو هر بیزینسی، مخصوصا طلا که بیشتر سر کله دارین میزنین با خانوم ها، این حوصله رو شما داشته باشین. مورد بعدی، آیا شما عاشق طلا هستین؟
قطعا خانوم ها عاشق طلا هستن. من خیلی مشاوره داشتم که پرسیدم ازشون که چرا میخواین طلا فروش بشی و خانومه برگشته گفته من از بچگی عاشق طلا بودم و طلا رو دوست داشتم. اکثر خانوم ها این فلز رو دوست دارن. خب فلز پرزرق و برق و با ارزشیه، زیباست، زیبایی خانوم ها رو دوچندان میکنه. ولی عاشق بودن این که یک جورایی باید برای ذوق داشته باشه. من شاید ببین عاشق بودن به این معنا نیست که من خیلی وقتا اصلا از طلا استفاده نمی‌کنم. ببینین اصلا خیلی کم پیش میاد. عاشق بودن به این نیست که مثلا سر کله‌تو پر از طلا بکنی. عاشق بودن این که تو عاشق خود این فلزی. این فلز پاکیه، تو باید توش پاک باشی، درست باشی. این فلز ارزشمندیه، شما باید ارزشمند باشی تو لایف استایل شخصیتت. اون چیزایی که ارزشمنده رو باید دنبال کنی. عاشق بودن به این معناست بیشتر. حالا یه بخش کوچیکش هم اینه که استفاده کنی. من دوست دارم از طلا جواهرات مختلف استفاده کنم. یه جورایی این شغل باید شوقش تو قلبتون روشن باشه. اینجا نوشتم براتون، میگن این شغل من نیست، شوق منه. خیلی جدیدن مد شده. بعد این مدلی دیگه باید تو قلبتون روشن باشه. خود من تو اوج خستگی، بدترین حالت روحی و جسمی اومدم جلوی دوربین برای شما ویدیو گرفتم، مشاوره دادم، طلا فروختم، نمایشگاه رفتم، با چه هزینه های نمایشگاه خارجی دلاری دادم، چه سختی های کشیدم، استرس چی بشه چی نشه، جا نمونم، مترو چیه، خیلی داستان ها. این عشق رو اگر بخوام برای شما بگم، توصیف کنم، هایلایت های من رو ببینین، پیج من رو ببینین، پریناز گلد رو ببینین، متوجه میشین. یعنی هر کسی همکارها منو میبینن به هم همیشه میگن که خب خیلی ها اومدن رفتن، خیلی ها واقعا، و خیلی ها الان هستن ولی مستمر کار نمیکنن. ولی من روزی نیست که نیام جلوی دوربین برای شما ویدیو نگیرم، در خصوص طلا صحبت نکنم، مشاوره نداشته باشم، نمایشگاه نرم. همیشه فعال بودم و این عشق دیگه. یک نمونه بارز لیدی گلد دیگه. لیدی گلد عاشق کارشه و کارش دوست داره چون عاشق شماست. اینا مواردی بود که برای اینکه آیا شما برای طلا فروشی مناسب هستین تیتروار دوباره براتون بگم. 1. آیا اهل حساب و کتاب هستی؟ آدم دقیقی هستی؟ توانایی مدیریت اعتماد رو داری؟ حوصله سر و کله زدن با مشتری رو داری؟ آیا عاشق طلا هستی؟ اینها خودش 5 مورد بود که باید اگر که در خودتون یک کوچولو احساس میکنین آره هستم، میتونین کارگاه های آموزشی منو شرکت کنین، برام کامنت بذارین، پیجم و پریناز گلد رو برین فالو کنین اگر ندارین، چون ویدیو قبلی که گذاشته بودم مثل که یادم رفته بود اصلا اعلام کنم و خیلی گفتن گشتیم پیدا کردیم پیجتون. خیلی متشکرم از شما. پریناز گلد اینستاگرام هم میتونید دنبال کنین، هایلایت ها رو ببینین، سوال دارین بپرسین، استوری ها رو میذارم. و ما 2 کارگاه آموزشی داریم. یکی طلا به سبک لیدی گلد برای کسایی که طلا فروش هستن و میخوان وارد بازار طلا فروشی بشن. 2تاش یعنی انتخاب کرده باشی که من مناسبم، این شغله که گفتم براتون مناسبه، میتونین بیاین بشین سر کارگاه های آموزشی طلا به سبک لیدی گلد که من بهتون بگم چی کار کنین اگر ابتدای مسیر هستین یا اگر وارد شدین چجوری ادامه بدین. سرفصل داره براتون میفرستم. ولی باز اگر همچنان نمیدونین، این کار هیچ کس توی ایران انجام نداده ولی ما داریم انجام میدیم. استعدادیابی و توانایی شما بر اساس اینکه شما برای طراحی، ساخت طلا یا فروش، کدوم از اینا شما خودش مفصله. تو ویدیوی بعدی میام براتون میگم که داستان چیه، چون خود در واقع طلا رشته های مختلف و رسته های مختلف داره. رشته طراحی، ساخت، مخراجکاری. رسته میشه طلا فروش، ویتریندار، بونکدار، آب شده فروش، کیفی، اینا رسته ها، سکه فروش، اینا میشه رسته هاش. ما کار به رسته ها فعلا. اگر شما رسته طلا فروشی و ویترین رو در واقع انتخاب کردین، کارگاه های آموزشی طلا به سبک لیدی گلد به دردتون میخوره. ولی باز اگر که نمیدونین
اصلا برای این کار ساخته شدین، طلا فروشی برم، طراحی برم، سرمایه ندارم. بهتون میگم صادقانه بهتون میگم، ببینید شما شاید همتون سرمایه نداشته باشین و ندارین. تو اون ویدیوی قبلی گفتم میرین عکس میذارین، 4 تا عکس میذارین و نمیدونم در به در دنبال این کسی بهتون جنس بده، عکس بده. این که نشد. خوبه ها، بد نیستا، شاید این راه رو باید برین تجربه کنین، ولی ما وقت این کارا رو نداریم. من بهتون میگم که آقا شما برای این کار مناسبی، شما بیا برو مهارت یاد بگیر، طراحی بگیر یاد بگیر، ساخت یاد بگیر، طلا فروشی میخوای انجام بدی، من بهت ایده میدم. من سر کارگاه‌های آموزشیم که تعدادش کمه، شاید 8 نفر بگیرم، چرا کم میگیرم؟ دونه دونه آنالیزش میکنم. بارها و بارها گفتم من دوره هایی که تو شهرهای مختلف حضوری داشتم 20 نفر پر شده بود، یعنی در نهایت دیگه 20 نفر بود. شاید من بتونم دوره بذارم، سمینار بذارم با تعداد بیشتری، ولی من پکیج فروش و دوره فروش نیستم. من برام مهمه یک نفر وارد بازار طلا میشه درست حسابی بازار طلا بشه. باورتون نمیشه هنرجو دارم از دوره‌های مختلف، هنوز ابتدایی ترین چیزها رو بلد نیست و این طلا میخواد به دست مردم، طلا میخواد به مردم بفروشه. خب تو هم صنفی منو داره خراب میکنی، منو خراب میکنی، اعتماد مردم رو از بین میبری. به خاطر چی؟ به خاطری که رفتی یه دوره ای رو گرفتی هیچی به هیچی. مدیونی داره دیگه. اینا کلا میشه پول نادرست. آدم چیزی که باید کسب میکنه، من به عنوان یه جایگاه مدرس هستم، دارم تدریس میکنم و حواسمو بدم. من خیلی وقتها شده خیلی از شماهایی که به من پیام دادید رو اصلا جواب ندادم، سرفصل نفرستادم، شهریه رو براش نفرستادم، چون صلاح ندیدم که اصلا ایشون باشه. چون خیلی ها میان، حالا فکر کنید یه عده میان یک تبلیغات بزرگ و زردی توش پیجای مختلف را میندازن، اسمش هم میذارن کمپین و نمیدونم میلیاردی میاد هزینه میکنه. من تمام بچه ها، مخاطب ها و فالوور های من از اکسپلور هستن، از بازار طلا هستن، بازار طلای شهرهای مختلف همکارها هستن، نمایشگاه هایی که شرکت کردم. چرا یه نفر باید 2019 پیجشو بزنه ولی 115 تا باشه الان که دارم باتون صحبت میکنم، تبلیغاتم نده؟ چرا؟ به خاطر اینکه من برام این مخاطب هدف مهمه، برام کسی میخوام بیاد داخل پیجم که بتونه یه کار مفید و درستی انجام بده. بعد طرف میره یه کلی تبلیغات میده به کی؟ به خانومی که داره آرایش میکنه، بیوتی، نمیدونم یه اصلا معلوم چی کاره است، که بیا من طلا فروشت بکنم. خب اون خانومم که نشسته، ما هم داریم اسکرول میکنیم، چه خوب، چی بهتر از طلا فروشی؟ بریم طلا فروش بشیم. پیجم رو ببینین با دقت. اصلا نمیخوام ثبت نام کنین، اصلا نمیخوام دوره برین، اصلا من همیشه گفتم رایگان یوتیوب عالیه واسه خودم، میام براتون حرف میزنم. به اون نتیجه رسیدین که هدفمند شدین، واقعا میتونین وارد بشین اون مواردی که گفتم. بیاین، من صادقانه و درست و خالصانه در خدمتتون هستم، ولی الان نیازی نیست اگر که شما سردرگم هستین، چون من با احساس شما کاری ندارم. من انگیزشی و رویا فروشی کار نمی کنم، بارها و بارها گفتم. من کف بازارم، من کاربردیم، من این راه رو رفتم. یه نقشه بچه‌ها هفته پیش اومده بودن مرداد، ما کارگاه آموزشی ما بود، هم طلا فروش داشتیم هم طلا فروش نبودن. همشون به من اینو گفتن که شما به ما ماهیگیری رو در واقع یاد میدین، به ما ماهی نمیدین. من منتظر بودم که پایان کلاس این رو از زبانشون بشنوم و شنیدم. برای مدرس خیلی یه چیزی رو بیاد بیان کنه و دانشجوش متوجه بشه. و اینکه یه نکته میخواستم بگم، یادم رفت، اشکالی نداره، ویدیوی بعدی میام. میخوام بهتون بگم لطفاً اگر که محتواهای من رو دوست دارین به هم بگین، هم تو پیجم هم اینجا، لایک کنید، کامنت بذارین بیشتر دیده بشه. من یک نفر آدم هستم و دارم تلاش میکنم و هر کسی هم میاد سر کارگاه های من میشینه میگه کاش مثلا شما بیشتر فلان، میگه من زورم نمیرسه. من نه تیم کمپین دارم، نه تبلیغات دارم، نه وبینار دارم، نه نمیدونم. من یه نفر هستم، دارم یه سری کارا رو خودم، ارتش یک نفره هستم، دارم پیش میبرم. شما خودتون باید حمایت کنین. ببینید ما خیلی بده این که نمیایم. از خانومی، یکی از خانم قانع عزیز، یکی از هنرجوهای من، از
شمال اومده بودن اون هفته، گفتن که خیلی بده افرادی مثل شما کم دارن دیده میشن و بیا من هر کمکی از دستم برمیاد بدن برات انجام میدم. ولی من احساس میکنم شاید اصلا خیلی لزومی نداره. این فرکانس ها هم باید بخوره به هم دیگه. فرکانس من الان با شمایی که ویدیوی من رو داری میبینین میخوره و من خود منم آدمی نیستم که هر کسی رو بتونم باش کار کنم بپذیرم. باید آماده باشه، هم روحش آماده باشه، پذیرش اون آموزش رو داشته باشه و این فرکانس خیلی مهمه که من هر روز از خداوند میخوام که خدای آدم‌های درسته تو، آدم‌هایی که آگاهن، دنبال آگاهی، آموزش درست و راه درست هستن رو سر راه من قرار بده. چون ما مسئولیت نداریم بقیه رو تغییر بدیم، خودمون بتونیم به یک درجه‌ای برسونیم که کسب و کارمون، اخلاقمون، اون روزی که میبریم سر سفره و استفاده میکنیم اوکی باشه، حل دیگه. خلاصه تو کامنت ها بگین، لایک کنین ببینم نظرتون چیه. اگر من خیلی کم واقعا وقت نمیشه بیام، اگر دیدم استقبالتون خوبه نشون دهنده اینه که با لایکاتون، کامنتاتون نشون دادین که ویدیو رو دوست داشتین، براتون مفید بوده و من مفید بودن رو دوست دارم. دوباره میام براتون صحبت میکنم و با یک سری آموزش های دیگه. دوستتون دارم. خدا نگهدار. یک شعار پیدا کردم واسه لیدی گولد، جدید پیداش کردم. لیدی گولد اینجاست. یادم رفت همین امروز انقدر من نشستم فکر کردم، دوست داشتم که در واقع یک شعاری داشته باشم. اینجوری شد: لیدی گولد اینجاست، طلا یعنی صداقت، عیار، تخصص.